اومدیم کاخ نوروز که نوروزگاه هم گفته میشه و انقدر قشنگه، انقدر قشنگه، انقدر عظمت داره. من نمیتونم همه اینا رو به تصویر بکشم و فقط دارم جیغ میزنم دیگه، نمیتونم خودم کنترل کنم. خیلی خوشگله اینجا، خیلی خیلی خوشگله. هر کدوم از تالارا با یه متریالی ساخته شده. اینجا که کامل چوبه، مقرنس توش هست، معرق کاری هست، منبت هست. انقدر من به وجد اومدم که اصلا نمیدونم کجا نگاه کنم، از کجا عکاسی کنم. عالی، مرسی 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 ازتون. اینجا تالار زرندوده، یکی از تالارای نوروزخانه و تمام نقاشی ها با طلا نقاشی شده، یعنی همه قسمت ها زرندود شده، زر که همون طلا هست زرندود شده. انقدر ارتفاعش زیاده که خیلی خوشگله، خیلی اصلا نمیتونم حرف بزنم، خیلی همه چیز قشنگه. این یکی هم کاخ گلستان، درسته؟ تالار گلستان هست که همه چیزش از چوبه. چقدر خوشگله، همش از آینه است، تکه های آینه چیه؟ وای چه خوشگله، و دو تکه های آینه رو خیلی قشنگ، خیلی خوب بود. آره اگر